برداشت یک، پلان یک، دادگستری 18/8/68. ما قراره که فیلم برداری کنیم ازش. خواستیم ببینیم که راضی هستی فیلم بگیریم از این دادگاه یا نه؟ بله. شما آقای مفرباخی؟ بله. خیلی خوشبختم. پسرم هم خیلی خوشحال میشم وقتی ببینم من با شما آشنا شدم. آقای حسین صدریان، آقا جون شما متهمی به یک فقره کلاهبرداری؟ مثلا اینکه در رابطه با شروع کلاهبرداری که ذکر شده. حالا این دوربین ما گذاشتیم برای اینکه اگه موردی داریم که به توضیح خاصی احتیاج داره و ظاهرا موردی است که برای همه قابل باور نیست. بعد از این مدتی بازی میکردیم با بچه‌ها، نقش کارگردان آتش بازی هایی که بیشتر به کار هنری بخوره اینها. چون مسئله مادی نداشتم، سرمایه پشتیبانی مادی نداشتم. شما خبرنگاری؟ آره من خبرنگار مجله سروش هستم. اول بگیرم که گیره هر خبرنگاری نمیاد. باش قیمتیه این. از اون خبرهای داغ و تازه است. همین که بیشتر به من به اصطلاح احترام بذارن به عنوان کارگردان. ناراحتی ها رو میدونه دقیقاً و پیامم آقای مخمرباف بدید. چی بگیم؟ بگیم که ما با بایسیکلانی زندگی میکنیم.